سلام دوستای عزیز، باز خوش آمدین به یک ویدیو دیگه از چینل طلوع گیمینگ. این ویدیو ما ویدیوی آموزشی است که در این سیزن 3.2 یک اپدیت بسیار کلان آورده پابجی که او اپدیت هم براتون میگم چی است دوستای عزیز. قسمت کلکشن است. کلکشن به چی معنی؟ نمی لباس های نمی سلاح ها، مثلا لباس های اکسیوت های را که داریم، التیمیت و میتیک، لژندری، هلمت، هر آن چیزی که داریم در اکانت ما اونو را کلش کلکشن میگن. یعنی چیزایی را که ما گرفتیم در اینونتوری خود جمع آوری کردیم، تمام ازی به حساب کلکشن میریم میبینیم که لیول کلکشن ما چند است. در اینجا که میبینیم کلکشنز نوشته است 81 است لیول کلکشن ما. این را شما چه رقم میتونین که بالا ببرین لیولش؟ من براتون طریقش میگم، بسیار ساده است. میتونین که لیولش بالا ببرین و تمام اینی ریواردای کس میتونین کلش بگیرین و اینی علامه سلا، اینی کارتک سلا و کارتک رینیم کارت که از دوستای عزیز ببینین این چی کار داره و این را من براتون میگم که چی مشخصات داره. ویدیو رو اسکیپ نکنین تا که بفهمین که چه رقم میتونیم لیول بالا ببریم. ببینین دوستای عزیز، دیجا نوشته است در زیر لیول 81 ماستر کلکتور یک هستم میانی 20134 پوینت ما تا فعلا دارم. 21021 پوینت ما شوه ما لیولم 82 میشه، یعنی که 881 مور تو ریچ لیول 82 نوشته کرده ایجا، یعنی ما لیول 82 میشم زمانی که ما اینی 887 پوینت دیگر را جمع آوری بکنم. خب اینجا یک گپ از دوستای عزیز، این 887 پوینت ما از کجا جمع آوری بکنم؟ میریم در قسمت شاپ. در شاپ که رفتیم میگانه طریقش بسیار آسان. ایره کسایی میتونه زود پورا بکنه که لیول سیلور فرگمنتش زیاد باشه. ببینید میریم ریدیم. در این قسمت ریدیم ببینید این سلاح هایی است که مثلا ما اینا رو نگرفتیم. من اینا رو براتون میگیرم و پروفش هم براتون نشان میتم که لیول ما بالا میره نمیره. مثلا من در اوج کار داشتم 887 پوینت، درست است؟ اینجا من یک لباس لژندری را میگیرم، مثلا امیر من در اینونتوریم ندارم، 2520 این را من کلکت میکنم. صحیح، اوکی. باز میرم اینی لباس دیگر هم من میگیرم، دوتا. صحیح، اینی لباس سومش هم میگیرم و لباس چهارمش هم میگیرم. تمام من به باد خب با من فرق نمیکنه دوستای، چرا که من در اینجا سلور بسیار زیاد دارم. اگر من در اینجا لباس های خودم بفروشم ببینین چقدر سلور میشه. 78,000 سلور دیگه من در اینجا دارم. به من زیاد دارم این سلور، میتونم از دوباره من کلکتشون بکنم. این حالا میریم میبینیم همین قسمت کلکشن ما را دوستای عزیز. ببینین من در اونجا داشتم پیشتر چقدر پوینت نیاز داشتم؟ 887. حالا من چقدر نیاز دارم؟ 863 پوینت دیگه. دوستای عزیز شما اینی رقم کرده میتونین که لیول کلکشنتان بالا ببرین دوستای عزیز. و در این قسمت هم یک چیز مرا ما نو نشان میده. خب در اینجا یعنی چیزایی است که ازم تمام سیزنایی که از می اول تا به اکنون چیزی که آمده در پابجی تمامش در اینجا براتان نشان میده. تمامش همه چیزه. ببینین شما من چرا که گیم تازه اپدیت کردم تا بالا مکمل ریسورس پک کار دانلود نکردیم، از خاطر کلش در علامه دانلود در بالایش آورده. ببینین دوستای عزیزی تمام این چیزایی است که پابجی از سیزن 2 یا اول که در گیم آورده تمامش از اینجا نشان میده، یعنی چی چیزا آمده. خب دوستای عزیز و میریم به طرف که کریتی که تازه کنون در پابجی آمده. در قسمت کریت ها یک کریت بسیار مقبول. این دیگه برای کسایی است که در 10 یوسی بسیار چانس بالا دارن. دوستای عزیز ببینین در 30 یوسی میتونین که یک تا از این موترها رو براتون بکشین. این موترها بسیار موترهای شیک است، بسیار موترهای مقبول است دوستای عزیز. ایره کوشش بکنین که هر روز 30 یوسی میتونین که شما بالا از این کریت اوپنینگ بکنین.
و ایران برتان میگم دوستای عزیز که در سیزن جدید انشالله ما رویال پاس گیوaway داریم، یعنی تحفه میتیم، جوایز داریم، رومای جایزه دار داریم و ویدیو رو تا که میتونین شیر بکنین و ویدیویتان کامنت بکنین، روم میگذاریم و ویدیوی ما اگر بالاتر از 100 لایک خورد 10 دانه رویال پاس در سیزن جدید در لایف برتان قرعه‌کشی میکنیم و رویال پاس ها را جایزه میتیم برتان در لایف. دوستای عزیز فراموشتان نشه. و بالای از این محترم بخیر کریت اوپنینگ ما داریم، ویدیویش میگیریم و در چینل یوتیوب، فیسبوک و اینستاگرام اپلود میکنیم. دوستای عزیز کسایی که ویدیو را تازه میبینین، در ویدیو نو هستین، چینل ما رو تازه میبینین، چینل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنین، علامه زنگوله را هم بزنین تا که ویدیوی نو را که ما اپلود میکنیم برای شما نوتیفیکیشنش بیاید که ویدیو از پیشتان مس نشه. دوستای عزیز از این بابت کوشش میکنیم ویدیوهای آموزشی زیاد اپلود بکنیم درباره پابجی و درباره بعضی از ترکای TDM مثلا سنسیتیویتی، همه آموزشی درباره پابجی براتون اپلود میکنیم. و دوستای عزیز یک چیز دیگر هم براتون میگم که در قسمت رنکینگ ما یک پلان گرفتیم دوستای عزیز، در پاپولاریتی میریم در توتال و این اکانت اترو را که میبینین تاپ یک اکانت جهان که است دوستای عزیز، ایرا ما بالایش یک ویدیو میسازم و تماما مشخصات از این اکانت براتون رونمایی میکنم که چی داره چی نداره، کدام سلاح را داره، کدام لباس ها را داره، همه چیزایی را که داره این اکانت همیشه براتون دانه دانه در ویدیو براتون نشان میدم دوستای عزیز. و این هم از کمالات اپدیت جدید پابجی است عزیز. خب این بود از این ویدیوی ما دوستای عزیز. خدا کنه که ویدیو خوشتان آمده باشه و یک چیز آموزش دیده باشین و ما تانسته بودیم که یک کمک کوچک براتون بکنیم در قسمت بالا بردن لیول کلکشنتان. خدا کنه که از ویدیو خوشتان آمده باشه. فراموش نکنین که ویدیو رو شیر بسازین. تا یک ویدیو دیگه، خدا یار مددگار.